سلام خدمت همگی دوستان. در ادامه تمریناتی که تو ویدیوی قبلی از روی کتاب و به صورت بداهه تقدیمتون کردم، تو این ویدیو تمرین برای آمادگی دست چپ داریم. دوستان درخواست کردن برای تمرین دست چپ، ما اطاعت امر کردیم و آماده کردیم. یه سری تمرینات ساده میزنیم و اینکه ذره ذره بهش اضافه میکنیم. ساده ترین تمرینی که میتونیم بزنیم اینه که بزنیم با سرعت پایین. میتونیم تندترش کنیم. 1 2 3 4. بازم تندتر. 1 2 3 4. دقت داشته باشیم که چپمون باشه ضربه بزنه و اینکه از مچ خمش نکنیم، بهش فشار نیاریم. برای بعضی از دوستانی که اول کار صدای چپشون پایینه، طبیعیه فشاری بهش وارد نکنید که بتونید به زور صدا رو نبرید. بازم تندتر. تا جایی که مطمئنین درسته صدا نمیاد، دست چپتون خم نمیشه، به زور ازش صدا در نمیاریم. تا جایی که مطمئنین درسته تندش کنین، بیشتر از اون نیازی نیست. حالا میتونیم ترکیب کنیم چنگ با دلو چنگ، یعنی بزنیم تون چپ تون چپ تون چپ تون چپ تون چپ تون چپ. 1 2 3 4. تو 1 میزنیم تون چپ، تو 2 هم میزنیم تون چپ، تو 3 میزنیم تون چپ تون چپ دلو چنگ، تو 4 هم میزنیم تون چپ دلو چنگ. 2 3 4. تفکیک شده. صدای چپ‌ها رو بشنویم. تمرین بعدی میزنیم توم چپ چپ توم بک چپ چپ توم توم چپ چپ توم بک چپ چپ توم. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. باز عرض میکنم تا جایی که مطمئن درسته. حالا میتونیم به اون توم چپه بچه‌ای که میتونن ریزم بزنن ریزم اضافه کنن. میزنیم توم چپ. بچه‌ای که نمیتونن به صورت دولاچنگ یا سه‌چنگ میزنیم توم چپ. بچه‌ای که میتونین که ریسک کار نکردن با همون سرعت کافیه براشون. به صورت دولاچنگ میزنم توم چپ توم چپ توم چپ توم چپ توم چپ توم چپ. همین کافیه. اگه ریز رو هنوز کار نکردیم، ولی تو ویدیوها که از روی کتاب گفتم به اون تمرین ریز رسیدیم، میتونین اینا رو تمرین کنید. بچه‌ای که ریز زدن سرعت بالاتر. و اینکه تمرین بعدی بزنیم چپ 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 چپ
ساده دست چپ. بازم میگم از موج کمک نگیریم اضافه و اینکه بازی نکنیم. اینو میتونیم پشت سر هم به صورت تایمی تمرین کنیم. مثلا دفعه اول 10 ثانیه خسته میشین، دفعه بعدی بکنیش 12 ثانیه، 14 ثانیه و بیشتر. و اینکه دفعه با دست چپ نگه داریم. تو ویدیوی قبلی هم توضیح دادم خدمتتون. چپ بزنیم. بازم دست چپ باز روی تیغه دسته. ضربه‌ای که میزنه دوباره باز بشه، یعنی ضربه رو میزنیم دوباره باز بشه. تمرین تعادل دفعه بتونیم حفظ کنیم. چند تا تمرین خیلی ساده بود، چیز خاصی نداره، چیز عجیب غریبی نیست. تو همه ویدیوها گفتم، تو این ویدیوی بعدی هم خواهم گفت که واقعا هیچ گونه ادعای پشت هیچ کدوم از این فیلم‌ها نیست. اینقدر اساتید حرفه‌ای هستن که میتونید ویدیوها رو سرچ کنید، تمرینات خیلی بهتری هم ببینید. ادعایی واقعا نیست. هدف اینی که دوستان درخواست کردن از عزیزانی که دسترسی معلم و کلاس ها دارن، ما اطاعت امر کردیم و این ویدیو رو آماده کردیم. امیدوارم که بتونیم خدمت و کمک کوچیکی به شما عزیزان کرده باشیم.